خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره با هم بریم خاص‌ترین و عجیب‌ترین کافه‌های تهران رو با هم ببینیم. با من همراه باشید که قراره پشماتون نه ولی برگاتون بریزه. کافه هبمیس، کافه با تم آبیه که اسم هبمیس به معنی یک اله است تو یونان باستان. یه سری عصاره دم می‌کردن به اسم عصاره جاودانگی. ما قراره بریم عصاره جاودانگی رو امروز بزنیم. این کافه به 360 درجه بودنش معروفه و اینکه خاصیت این کافه منو بگید دورت بیاد. خاصیت این کافه اینه که تو همه تما رو میتونی با هم قاطی کنی. یه جورای لابراتوار انگار. یعنی همه نوع قهوه رو تو میتونی با هم دیگه قاطی کنی. باریستاش میتونه کمکت کنه که مثلا به مزاقت چه تعمیرات خوش میاد، کمکت میکنه چه قهوه‌ای بزنی. بعد اینکه اینا قهوه‌هاشون حالا اونورم هستش میگم بهتون دستگاهاشه. از اون که قهوه رو دم میکنن میتونی باریستا رو ببینی دارن دم میکنن، هر چیزی هم بخوای و با هم قاطی میکنن، تخصیص سازی میکنه قهوه رو. لینس اوبامبا اسم قهوه‌ش رو هنگری دیگه امورو دیگه خاقو بگی مادن نمیخوان اینا. یه ذره توضیحات خودش بهتر میدونه، توضیحاتش خودش بگیرم ببینیم. ما اومدیم جاودانگی رو بخوریم داداش، چیزشو عنصرش رو بخوریم. یه ذره خوبی خسته نباشه. یه ذره راجع به هبمیس توضیح میدی به ما. سعی می‌کنیم براتون که 5-6 بلند، 3 تاش اسپشیالیتیه یعنی تک خاصگاه و سینگل اورجینن. 5 تاشون هم 100% یعنی 2 تاشون 100% روبوستان، 3 تاشون هم 100% عربیکا. یه جورایی حکمتی داره دیگه. لابراتوار داره. آره. دستگاهمون هم آخه جذابیتش اینه که آزمایشگاهی استفاده می‌کنه. همین دستگاه اسپرسو تمپستا چه خاص میارن تو من بچه‌ها. داداش اون چیزا رو هم توضیح میدی اونی که گفتی قهوه رو سرد دم می‌کنه. آره. کولدروی که قهوه معمولاً گرم دم‌آوری میشن ولی این سرد دم‌آوری شده است و زمان تقریبا زیادی میبره که یه حجمی یه مقداری ازش عصاره‌گیری بشه دیگه. چقدر طول می‌کشه پرشه؟ امکان داره که تقریبا 24 ساعت زمان ببره دیگه. یعنی بخوایم من برام سرو می‌کنیم اینا رو؟ بله داریم، مثلا موجود داریمش تو شوکیسمون. خیلی مخلص. سلام. مرسی از توضیحات. دست درد نکنه که توضیح دادی به بچه‌های ما. اینکه دور سرت بگردم. بچه‌ها خیلی رفتارشون خوبه واقعا. باز ممنون. این قهوه‌اشو بگی. اتیوپی گوچی داداش. چین کلمبیا. نمیدونم چی منو بگی دیگه، زیاد اونو گرفتی. فیلم بردار رو گای. بیا اینا رو بگی. از اینجا رو هم بگی. باحال آوردم جای با کلاس. داش آموزش باریستاییه. استاد من خوراکمه ببین. یعنی یه چی میزنم تا یه ماه نمیخواد. حتی حالا عجایب. بخوایم باریستا بشیم مراحل اولش چیه؟ نیت. خب دوم رضایت والدین. کپی کارت ملی اینا نمیخواد، کپی شناسنامه اینا. توضیح میدی به ما ادامه مراحل؟ من بهتون دونه قهوه رو کجای قهوه؟ دونه قهوه. خب به مقدار لازم مثلا 18 گرم تا 18 نیم گرم میگیرین شما. اونجا دونه قهوه آسیاب نشده است. بعد چیکار می‌کنیم؟ به ریشیو خاصه حالا هر جایی که شما خواست انجام بدین حساب قهوه میگیم. حساب قهوه چیه؟ اینا حساب قهوه. به این دسته‌بیل میگن چی؟ دسته‌بیل میگن پورتافیلتر. حساب قهوه ببخشید من مثلا هی میپرسم چون ذره گوشام سنگینه. نه مثلا به عنوان مثال تو بگو درخت. چی گفتی؟ عرضم به حضور شما وقتی پورتافیلتر رو پر از سابقه قهوه کردی و اینجا گذاشتی، دو تا مرحله داریم. یکی با لولر به صورت یک نواق پخش می‌کنی سابقه قهوه رو. بعد از اینکه پخش شد به صورت یک نواق شما اینجا چی داری؟ تمپر. بوشکوب میاری به صورت صاف تمپ می‌کنی، فشرده سازی قهوه. بعد از اینکه این مرحله انجام دادی میذاری زیر آره دیگه میچپونی با فشار زیاد میذاری و یه دکمه رو میزنی آب میاد که قشنگی نیست ولی داشم چه ماهی ردیفی داره. حاجی خیلی خوشگله، قبول داری؟ اصلا نباشه. نوکه ترکی دور سر دیگه. همینجوری خودت معرفی کن. به نام خدا هستم. شروین. نه بابا آرشا من نوکر. چقدر اسم قشنگه. داداش ما بخوایم یه چی بزنیم که مثل افسانه های هبمیس جاودانه بشیم باید چی سفارش بدیم؟ داداش تو خودت معرفی نکردی. ما آمادم. لطه رو بگیریم چیکار می‌کنه؟ ابتدا شیر رو می‌ریزی. شیر رو میخوای تو توضیح بده داده. این مرحله بهش میگن چی؟ مرحله فرمگیری و قوامسازی. مثل مساله ساختمانی. قوامسازی می‌کنی. این لاچا که چیزو در آورد. ناقصی داری. شما توضیح بده راجع به این طرح زیبایی که با محمد زد. آثار فاخر هنریه. خودمون آقا. نوش جان. استاد برنامه چیه؟ برنامه منظورم اون منظوره، منظورم هدفه. همون منظوره. منظورت اینه که چی بزنی؟ خب یه چیز خوب مثلا کیلیان امباپه داری؟ نه فقط
کریستیانو رونالدو داری خوبه. اوتامندی چی؟ اوتامندی نه، فقط کریستیان. کلا ما بیشتر لایت روست کار می‌کنیم. لایت روست معنیش چی میشه؟ روست روشن. پوست روشن. نه با امباپه اینا نژاد پرستانه. یه کریستیان برای ما میزنی؟ درست. خیلی مخلص. بچه‌ها قیمت‌های هبه میس هم خدای خوب بود. یعنی موکا گرفتیم، حالا نمیدونم چی بود توش. این توش هم این شیمبلا داره، نمیدونم یه چیز خودشون میدونن. ما بلد نیستیم از اینا. جمعاً با این موکا و دو تا شات کریستیانو رونالدو جمعاً شد 386 تومن. قیمتاشون هم مناسبه. برخوردشون واقعا قشنگ بود. هبه میس. میدونی تو این فصل گرما چی میچسبه؟ چی میچسبه؟ سرما میچسبه فقط. میدونی کجا آوردمت؟ قراره ببرمت قطب شمال. آقای فن رو بیا تو قاب. میخوام ببرمت قطب شمال. سرما برگار نری. چجوری میخوام ببرمت قطب شمال؟ کافه فصل یخ آیس بار قطب شمال. بیا بریم بهت بگم چه شکلیه. هزینه آقای هزینه داداش. تم آبیه. تم آبیه. خوشم میاد امروز هر جا میریم تم آبیه داداش. عینکت اسکیه داداش اینا. ویلکام تو کافه بار یخ. حاجی سرده وا. یه کاپشن آبی بزنم. این زنونه از اشکال نداره. زنونه قشنگه. من زنونه اصلا من میدونستی که خوراکم پارک دانشجوه. ما فیلم بردارمون هم بدم بپوشه و بریم تو کارش. حاجی بریم ببینیم میگن سرده. چقدر سرده؟ واقعا سرده. کاپشن کردن تن ما. اوه حاجی سوزو نگاه. بیا برو فیلم بردار. سردش کرد. اوه پشمام اینجا رو نگاه. بیا جلو بخار بگیر. بخار میافته؟ حاجی پشمام این تو رو نگاه. پشمات ریخته. بیا من تو. آبوگاندا. قطب شمال. گفتم میارمت قطب شمال اینجا گرمت بود بیرونا. محمد فقط پسره اینو پوشیدم. گفت آقا فقط زنونه است. برای من مردونه. من آبی دوست داشتم پوشیدم. بچه‌ها تو رو نگاه کنید. خیلی باحاله حاجی. خوراک فصل گرماست. بیا اینجا خنک. این ورودی چه؟ این تو هم اینو گرفتم. آقا جگر من اینو بگیر. من اینجا میشینم لش کنم ببینم لشش چطوره. حاجی می چی حال میده؟ البته نه اینجا شب بخوابی. اینجا بخوابی که یاتاقان میزنه آدم اینجا بخواد بخوابه. یعنی فکر کنم صبح دیگه یخ خیلی سرده خدا وکیلی. بریم دیگه چه خبره؟ خیلی باحاله. برینم توش. نه اوه اینجا رو عمو ولی سرده ها. ببین اینجوری جفت کردم اینقدر سرده. داداش پادشاه باشه. Ladies and gentlemen it's you. این یادگاری فصل گرمایی داداش. بیا اینجا من بندازم. ریدم میفته. خوشگلم. شام حاجی مغزم یخسه. تو سردت نی؟ گوشای منم یه ذره سنگین بود. سنگین تر شده. الان مثلا تو به عنوان مثلا بگو درخت. چی گفتی؟ خیلی باحاله حاجی. نظرت راجع به این کسچری که اومدیم چیه؟ خیلی کسچری. خدای سرد نی؟ بعد بیا اینجا یزید نگاه اینجا فنا رو هم روشن کنم. همینجوری سرده. روخا اسرائیل موتورا کیونینگ. بیا داداش بیا دیگه. گفتیم خندیدیم. احتراما حفظ بشه. حاجی فکر کنم یارو ما رو گذاشت اینجا یخ بزنیم. نه البته من بهش گفتم 10 دقیقه دیگه بیا. هنوز نیاورده. فکر کنم گذاشته ما رو یخ بزنیم. آخ ویلا لیلی دوست دارم خیلی. اوج نگیر عزیزم. بیار آقا غلط کردم. بیار عزیزم جناب دورت بگردم. سفارش ما رو بیار. ما داریم اینجا یخ میزنیم. بچه‌ها یه تنوعی واسه تابستون بیاد یخ بزنید. گوشامو دیگه حس نمی‌کنم. یعنی 5 دقیقه بشینی ها دیگه فاتحت خونده است. دارم یخ میزنم خدا وکیلی. بیار دورت بگردم. داداش خاموش کن بخاری بگی. آقای اورا چه اسم قشنگی داره. اورا جان دورت بگردم. خیلی گلی. اینو من خودم میارم. میاری؟ اوکلتون. هر جا بذاری گذاشتی. اورا اینجا چرا سرده؟ کاغو بگی من یه بیا من بگی بس دیگه. کارو یه لحظه بگی. یه فاکتور. یوتیوب this is in the house. ساخ قطب شما. بچه‌ها بیا جلو عزیز. ببین چای سیاه دمی گرفتم برای اینکه گرمم بشه. چون لته منو واقعا نمیدونم چرا لته سفارش شده. برای اینکه چای سیاه دمی 150,000 تومان. لاته. آقا برای اینا لته نیست. برای اینا لاته است. لاته. لای خودته باشی. خجالت نمیکشه. 150,000 تومان لاته است. ورودیش هم نفری 195,000 تومانه. تا اینجا با احترام. ریدم به خودم. اونجا هم یخ زده. خدای سینوزیت هم زد بیرون. ولی کلا یخ ها. میبینی اینجا یه هاسکی نگه داری. لونه رو بکنی زای سگ.
جای سگ. بخوای نمره بدی به اون قبلیش هم میگی قبلیت چند ها؟ 10 به اونجا مثلا به خاطر تنوعی که داشت میشه داره مثلا 7 بدی، ولی اینجا 10 جون مادرت بخاری بگی روشن کرد. منم به اون قبلیه 8 میدم به خاطر اینکه بچه‌هاشون خوش برخورد بودن. اینجا 9 ها سر عزیز میخواد یه کاری کنه ما سینه خیز بریم اینجا. آقا من الان گفتم بخاری بگیر باز کولر گرفت. بریم بچه‌ها بریم بعد. برای تنوع خوبه اینجا ولی خوب میکنن. نه تبلیغات رو چیز نکن. آقا بریم دیگه دارم یخ میزنم خدا وکیل. بریم بعدی یه چی خفن‌تره. پشماتون میریزه. بریم. حاجی هری پاتر مناطق محروم. هریشونم. این چیزا نمیخوای با هم بیای نه؟ اصلا قصد اومدن نداره. بگی اینا رو بگی. هری پاترم. من هریشونم. اینو بیا بگی ببین عوض میشه چیزش. تو ویدیو میفته. آره میفته. بیا این ورتا 3 تا کاراکتر میشه. حاجی پشما. اچی مچیش کنم عوض چه قیافش؟ قیافه اینو عوض کن. اچی مچی زارت میپله. روزنامه هم عوض میشه. حاجی پشما. اومدیم بچه‌ها کافه هری پاتر 3/4 روم. بیا اینم عوض میشه. بیا بگی. با این عصای میخوای اکس تو چیز کنم تلسپ کنم. Ladies and gentlemen, I am Harry Potter. حاجی اینجا میتونید لباساشون رو بچه‌ها صورت رایگان لباساشون رو میتونید تم بزنید، عکس بندازید و اینجور چرت و پرتا. اکسسوریاشون هم میفروشن. میتونید اکسسوری هم اینجا بگیرید. من هری ام، آدم خوبم. تو دوست داری کی باشی؟ رون ویزلی. اوکی اسمش هم بلد نیستی. خب من تو رو الان رون ویزلی میگم. چی زارتم پیچ. رون ویزلی شدی. برو آقا وایسا. میخوای غیبت کنم رون ویزلی؟ میخوای همین چوب دستیو بکنم؟ الان غیبت میکنم دیگه. پروفسور فون کنه غیب شو پورت. با این میتونم اکس تو تلس کنم. اکس تو رو. یکاش الان شطرنجی بودم میتونستم هر چی دلم میخواد بگم. ولی باحاله بچه‌ها. یه دونه اکسترا بیناموس بود. چی بود سفارش دادیم؟ یه دونه خون اجرا هم بدون الکل حالا سفارش دادیم بیاره ببینیم چیه. سلام بهونه قشنگم برای زندگی. آره منم همون یار قدیمی. احساساتی شدم. هری. چی بود اسم؟ رون ویزلی. خیلی یولی. چجوری همه قسمت‌های هری پاتر رو نگاه کردی تو؟ همین چی رو می‌خوای بکنم تو مادره؟ چی؟ شو میخوای غیب کنم داداش؟ غیب کن که حرف قشنگی نیست. بده من یه بار دیگه ناپدیدت کنم. بده من. یعنی میخوام بفهمی که قدرت من چقدره. زارتین پونتین تا حاجی سفارش دادیم یه دونه اکسپلیارموس فکر کنم همون بیناموس خودمون. یه دونه من خون اژا سفارش دادم داداش چون من خونخوارم اسکلتی دادم. خونخوارم دیگه داداش. نه اسمو بینا اکسپلیارموس. سه بار پشت سرم بگم اکسپلیارموس. این به معنای خوبشه. حالا وجود نکردم وسط یارنش میره. بزنم اکسپلیارموس تو چطوریه؟ حاجی اکسپلیارموس خوشمزه است. این خون اژان خونخوارم داداش میدونی که باید خون بخورم. باحال بچه. عمو رو گرفتی؟ چسبوندمش به سقف. عصا رو داری که حاجی. سلام عمو. یه جوجه داشت بهمون نگاه میکرد بچه براش عصا دادم. چون اونجایی که اسمش خیلی مسخره است من دادم به چت جی پی تی 2 تا چرت و پرت بهم بگه زده اکسپکتو پاترینو. حالا دیگه نمیدونم کارایش چیه. اینم که مجنون خوشبختیه. هاگزمید ولی هاگزمید نمیدونم چیه. بچهای فنای هری بهم بگن تو کامنت ها. اینجا جوق نمیارن نامه قهوه میارن حال خوب. ریدم دهن هر چی چت جی پی تی بچه‌ها. این ویدیو یه هری داره. میاد بهم هری مناطق محرومم ها. هری جون. بچه‌ها تو کامنت ها هری جون پر کنید. هری جون اعصاب نداره. بزنید یه بار دیگه تست کنم ببینم. خون که میخورم داداش. جرعه از زادم فراوون میکنه. دوست دارم همه رو بلندشم گاز بگیرم. با اینکه من هریم آدم خوبی هستم تو سبزی ولی دوست دارم بلندشم همه رو گاز بگیرم و همش بخوام. بچه‌ها اومدید خون نخورید. یه بیناموس اینجا داره. چیز ببخشید کتریاموس مهم ازش. این یه ذره حالت گرمطوری داره. خنک‌تره بچه. دوستتون دارم شدید به مدت مدید. بچه‌ها جغد شلوغ میکرد. نامه نیاورد. زدم خشکش کردم. فقط این اساس خرابه. کار نمیکنه. این یکی رو برام داره. میخوای واسط هری پاتری صحبت کنم؟ بیا اینجا یه ورد برم عمو. بیا خوشگلم. بیا جلوی من وایسا. اکسپلیارموس لوموس فنتاستوس. بیا تو رو غیب کنم. بیا اینجا. ایتورینو غیبش کن. اکسپلیارموس لوموس بیناموس. نه نخم مرتی که منظورم که این نیست. این ورد مخصوص بچهای هریه. خب چقدر تو برو داداش. هری بیا چون یه کاری بکن. اکسپلیارموس نه لوموس. گنده تر میخوام. گنده نه گنده توی این نمیگنز. لوموس